سوگند به آسمان و کوبنده شب، و تو چه میدانی کوبنده شب چیست؟ همان ستاره درخشان و شکافنده تاریکی هاست. به این آیت بزرگ الهی سوگند که هر کس مراقب و محافظی دارد. انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است. از یک آب جهنده آفریده شده است، آبی که از میان پشت و سینه ها خارج می شود. مسلماً خدایی که انسان را از چنین چیز پستی آفرید می تواند او را بازگرداند در آن روز که اسرار نهان انسان آشکار می شود و برای او هیچ نیرو و یاوری نیست. سوگند به آسمان پرباران و سوگند به زمین پرشکاف که گیاهان از آن سر بر می آورند، که این قرآن سخنی است که حق را از باطل جدا می کند و هرگز شوخی نیست.